یک نفر در کامنت خیلی است که میپرسد درباره تحصیل دخترها در همین زمانه در همین فاکولتیت های طبی. گفتن استاد یگان چی میگفتن، مخصوصا این خواهر فکر کنم که در روسیه قرار دارن. از یک نوشته خواهر معلوم. از روسیه به من نوشت طب میخوانده است. خیلی نه فقط در طب، در تمام دانشگاه و مکتب ها این به همه پوشیده نیست که مردمی تاجیک رو روسا تحقیر میکنن. هم صنفا حتی معلم میزند میگفت، من گفتم تو سطردار، تو یک دختری کلان دانشگاه میخونی، نخواد معلم زند تو رو میزند میگه برای تاجیک بودن ما فقط. یعنی در این خیل حالت ها در روسیه، در این خیل جاها نخوانیتون. مثلا در یک مثلا ترکیه بگذار، اگر دانشگاهی طبی دخترانه علاهیده باشد، دخترها علاهیده میخوانده باشد، خانه شریعت هیچگاه ضد خواندن دخترها نیست. یعنی این کاری که برادرای طالبان میکند خطا هست. دخترای پر را از خواندن و از دانشمند کردن بگذار خواند، ولی مدرساش دخترها باشد، مکتبش علاهیده باشد، صنفاش علاهیده باشد، همش علاهیده باشد، مدرساش دخترها باشد، یکی خواند. شریعت پیش علم نمیگیرد. بعضی بدبختا بعد میگن که من اینا دین اسلام هم میخواد. دین اسلام زنهای از خواندن من نکرده است، فقط برای زنها شرایط مهیا کردن اکر که بگذار در یک صنف بین دخترها شش خانه، مدرساشون از زنها باشد، آمیختگی نباشد. و مثلا من بینید دخترایی که در دانشگاه میخوانند، مثلا در مدت 4 سال قین، یعنی کم دختری هست که میتواند یعنی شرف خود را حمایه کند. در یک جای زندگی میکنید که همه مثل گرگ است، همه همسنفا با هجوم میکند، همه چی میخواهد. یعنی در بین آنها و معلم ها هم، معلم های 50 ساله و 60 ساله به همین دخترای چی امید دارن. این خیلی حادثه ها پر است در مکتبای میانه هم، در دانشگاه هم. اما معلم هایی که درس میتن همین دخترای چیزی بد میخواهن، طلبه های هم همین چیزی میخواهن. اونجا سلامت ماندن مشکل است. بری پنبه آتش نباید فروخت، که تا چشم بر هم زنی خانه سوخت. در بری پنبه آتش نباید فروخت، یعنی آتش که تی پنبه، پخته که تی آتش باید در یک جا ایستاد. گفت بابا چون کنم پرهیز من، آتش و پنبه است آخر مرد و زن. که پنبه، پخته و آتش در یک جا باید نیستد. اگر رفت و ایستاد اینا همدیگه رو میسوزونن. گفته نمیشد که پخته موازی توی در نزد آتش میمونن با نسوزی، یا آتش گفته نمیشد که آتش موازی در نزد پخته میمونن با نسوزونی او را. گفته نمیشد. پنبه را پرهیز از آتش کجاست، یا در آتش کی حفاظ از تو قاست. یعنی اینا وقتی که آمیخته که شدن، البته شیطان سیومین آنها میشد، وسوسه میشه، کارهای بد میشد. بنابراین کمک فایده میگیرن، وقتی ضرری جدی رسیدنش ممکن است. برام کوشش کنید جای انتخاب کنید برای خودتان، برای دانشگاهتان، که دانشگاهی دخترها باید علاهیده باشد. در همون جاها رفته خوانید یا امکانیتی باشد که مثال به دینتان، به شرفتان ضرر نرسد. به دینتان و به شرفتان، همین دو چیز، به دینتان به شرفتان ضرر نرسد، خوانتان. خواندن شریعت هیچگاه پیشه نمیگیرد. علم بهترین چیز است. برای مرد و زن علم فرض است. خاصتا من بیماری هایی که مخصوص زنها هست، برای ما حاجت به طبیب های زن داریم. دخترها باید خواند، لیکن باید برای این شرایط مهیا کرد. مقصد ما اگر خواندن، دانشمند شدن جامعه باشد، بگذار از صنف برای دخترها علاهیده هیچ گپی ندارد. آخه میدونید همتون در تجربه‌تان که همین دانشجوی ها، خاصتا در اون دانشکده دانشگاه هایی که دختر و پسرها آمیخته است، همش ساق درس نمیخواند، همش عاشق و معشوق دارد به همون آواره. آدمی عاشق به سرش نه سخنی الله میداراید و نه درسی مکتب و نه سخنی پدر و مادر، هیچ کس قبول ندارد. یک تا این مقصدش اینه که یک جای شدن.
اون درس از کجا میشه؟ به انمی ها اگه کادر میشد آینده مکتب تمام کرده دانشگاه تمام کرده انمی ها طبیب میشد بعد بینید که قنچیش در داخلتون فراموش میشد بینتش در داخلتون فراموش میشد یعنی برای امی ها بعد آینده آدم ها جسدش امانت میگذارد و زیر این ارکاس خواه میره چیکاری که خواهند آنها بالاتون میکنند بنابراین باید به کادر برای دانشجوها اهمیت دادن در کار حتی از نگاه دینی نه از نگاه عقلی هم گیریم همین دختر و پسر علاهیده مکتبش کنید اینها زور میشه اگر ما خواهیم که کادرهای پخته به اتقان آینده دانشمندها از دانشگاه های ما برد دخترای و پسرای جدا کردن در کار مکتب باشه الله اعلم